اگه دوست داری همچین ایمی داشته باشی که مثل چیتراست، این گزینه توی سنسیویتی رول سومی قرار بده. یادت باشه این گزینه سنسیویتی هم مهمترین بخش برای گرفتن لگدگانه. این گزینه توی بیسیکت هم روشن کن، اینا رو همه رو خاموش کن، این گزینه رو هم چک کن روشن باشه. اگه دوست داری به یه پلیر واقعی تبدیل بشی، پیج منو فالو کن. بروکم میزنه جیجی، ما میزنیم ساختگی. خیلی عشق. مثلا میگه اینجوری هم میگه به چیزای فکر کن، برو بازی کن، فیلم هیچ کدوم جواب نمیده. من دست خودم نیست یعنی چی؟ تو تجربه کردی. اصلا دست خودم نیست و هیچ کی مثل من نمیفهمه. چوسی ایم اسنایپم رو هد انمیه ولی بازم تیرم نمیخوره، نمیدونم چه کار کنم. اولین ویدیو رو لایک و سیو کن، بعدش بیا اینجا کل تنظیمات اسنایپ و اینجور برات گذاشتم، دورشون خط کشیدم که راحت پیداشون کنی. به اضافه بهترین اتچمنت های اسنایپ این سیزن. این تنظیمات رو اعمال کن، سلس اسنایپ بدن بین 30 تا 50 بذار. اگه بازم تیر اسنایپ نخور بیا فوش بده، ناموزم باید بخوره دیگه. حمایت یادت نره، دوشید دارم. بوش. آقا یکی از بهترین SMG هایی که حتی بدون اتچمنتش هم روی زمین هست و بدون اتچمنتش هم قوی هست QQ9. این QQ9 یا همون MP5 که همتون میشناسید بچه، یکی از بهترین SMG هست. واقعا حرف نداره این گان. یکی از بهترین اتچمنت هاشو چیدم. این گان هم هیپ فایرش فوق العاده است، هم ایمش فوق العاده است. یعنی اسکوپ بگیر مثل رایفل دور رو بزن، هیپ فایر بگیر مثل رایفل بازم دور رو بزن. واقعا حرف نداره این گان. اتچمنتش هم اگه میخوای اول پیج منو فالو کن و توی کامنت ها عدد 4 کامنت کن. توی 3 ثانیه میام توی دایرکتت و اتچمنتشو برات ارسال میکنم. فقط یادت باشه اول پیج منو فالو کن، چون اگه فالو نداشته باشی دایرکتت برام باز نمیشه و منم نمیتونم اتچمنت برات ارسال کنم. مستر بویس نیا اینجا، خیلی زیادن. تو رو قرآن فرار کن، برو الان میریم. نترس داداش، کار خودمه. ببین چی کارشو میکنه. ای بچه صدا میاد. وای چرا نزنیم تو رو خدا، دخترم نزنیم. اوکی نزن مرسی. بابا ما شما چقدر مهربونی. بزنیم. بیا تگشو بردار. اصلا بیام کاورت هم بدیم. نه کاور نمیخوام. ببین من اصلا جونمو میدم. همه کاوری خود دادی اسکل پسرم.